رفقا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدوارم هفته خیلی خوبی و پشت سر گذاشته باشید، هفته پرسود و نوسانی و پشت سر گذاشته باشید و سودای خیلی خفنی هفته قبل گرفته باشید از NFP مخصوصا. هفته گذشته خیلی هفته خوبی بود و تونستیم حداقل نسبت به هفته قبلش، یعنی 2 هفته پیش، عملکرد فوق العاده داشته باشیم توی مارکت. بریم ببینیم که این هفته چه اتفاقاتی افتاده، یعنی هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاده و این هفته چه انتظاراتی داریم از مارکت. یه سری موومنت ها داشتیم، همچین عجیب غریب نبوده، انتظاراتش رو داشتیم، یعنی انتظاراتش رو داشتیم. چیزای عجیب غریبی نبوده. هفته گذشته راجبشون صحبت کردیم با یه اختلاف خیلی کوچیکی این ورتر اون ورتر، حالا $10 $20 $50 این ورتر اون ورتر اتفاق افتاده. و بریم ببینیم که چه چیزی برای هفته آینده متصور هستیم. طبق معمول من از شاخص دلار شروع میکنم. قیمت الان 100.878 100.878. هفته گذشته من اگر بهتون نشون بدم مارکت تقریبا اینجاهای در واقع مارکت بودیم، گفتیم آقا انتظار کاهش قیمت داریم، افزایش قیمت داریم. من این انتظار افزایش کاهش قیمت تا اینجا رو نداشتم حقیقتا. حالا لول معرفی کرده بودم، گفته بودم این در واقع یک حمایت هست، این لول یه حمایت، لول های پایین‌تر چیزهایی که اینجا وجود دارن کاملا حمایت هم، مخصوصا در واقع این لول 100 150. حالا من اینو اینجا از اینجا دیلیت میکنم. لول ریفاین رو ما داشته باشیم، لوی که روی مارکت وجود داره، ایکوالی که الان درست شده اینجا، لوی که وجود داره و محدوده حمایتی بسیار در واقع قوی که برای دلار الان در حال حاضر داریم میبینیم روی چارت. مارکت کاملا رنج هستش. من اگر یه مقدار اسکیل بکنم بتونید ببینید چارت رو. چیزی که راجبش صحبت شده بود، گفتیم مارکت باید 100 پوینت در واقع 500 بالاش کلوز بخوره که ما بگیم های جدید روی مارکت خورده. این اتفاق افتاده، 100.800 زده شده، کاهش قیمت مارکت رو دیدیم. اتفاقی که افتاده لو و های جدید. چیزی که راجبش صحبت شده بود، تحلیل هفته گذشته رو نگاه کنید بچه‌ها. نکات آموزشی هم، یعنی بار آموزشی هم کاملا داره این چیزی که راجبش صحبت شده. محدوده حمایتی که راجبش صحبت کردیم بین اریای 99 در واقع 800 700 تا 100.11 هستش. گفتیم این حمایت خیلی قرص و محکم هست برای قیمت. من اینو پاک میکنم، بقیه‌شو اینجا داشته باشیم که بتونید شما هم در واقع این اریا رو داشته باشید برای خودتون. ایکوال داریم الان اینجا، مارکت رنج بر اساس قوانین های جدید زده شده، مارکت کاملا رنج هستش. های لو رنج رو دارید میبینید الان در حال حاضر. ما باز هم کاهش قیمت میتونیم برای دلار داشته باشیم. برای اتفاقی که الان در حال حاضر برای دلار افتاده، ما انتظار یک افزایش قیمت داریم. لول 101.250 ماکسیموم زده بشه، بتونیم کاهش قیمت رو ببینیم برای لول های پایینتر، برای تست لول های پایینتر. این لول بسیار مهمه به نظر من و میتونیم در واقع تصمیم گیری بکنیم، یعنی دیسیشن پوینت هست کاملا که بتونیم تصمیم گیری کنیم برای ادامه روند که آیا مارکت برگرده از این لول یا پایینتر ببینیم. به نظر من انتظار ندارم پایینتر از این لول مارکت حرکت کنه. یعنی چیزی که متصور هستم برای مارکت دلار یه مقدار کاهش قیمت دیگر هست، ما بتونیم یک لو دیگه داشته باشیم، چون اینجا ایکوال داریم، یه لو اینجا داریم، باید که لوز فیک بخوره و حمایت قوی که الان اینجا روی مارکت وجود داره. بر اساس ساختار اگر بخوایم صحبت کنیم، مارکت هنوز بچه‌ها نزولی نشده، مارکت رنج هستش کاملا، مارکت کاملا رنج هست، رنج 4 ساعته هست، همچنان نزولی نشده. این کاهش قیمتی که دارید میبینید در واقع برای زدن یک لو هستش، برای زدن یک لو جدیدتر هست روی چارت، چون های لو های مارکت باید یک لو بزنه برای افزایش قیمت دیگه تا لول های بالاتر مثل 100 و 500. حالا راجع به لول های بالاتر اگر بخوام صحبت کنم، توی ویکلی من به این پوینت اشاره کرده بودم روی چارت دلار که آقا این های که اینجا هست این مطمئنا هانت خواهد شد. خب یعنی لول دقیقاً 102، دقیقاً لول 102. باز مارکت اگر بخواد در واقع های جدید به ثبت برسونه، از این رنج اینجا خارج شه، یعنی این رنج 4 ساعته کوچیکتری که الان اینجا بر اساس های جدید، بر اساس زدن های جدید زده شد و رنج هست، اگر مارکت بخواد اینو بشکنه و های جدید بزنه، ما بگیم مارکت های جدید زده میتونه باز کاهش قیمت داشته باشه، 100 در واقع 2 پوینت 102.500. اوکی،
یعنی چه اتفاقی بیفته توی 4 ساعته ما بیایم یه همچین استراکچری ببینیم، یعنی بیایم یه همچین ساختاری ببینیم مارکت از حالا از این لو، از این لو، از هر لویی که هستش برای مثال ما بتونیم در واقع افزایش قیمت تا لول های بالاتر رو ببینیم، یک کلوز بالای 102 500 بدیم مارکت، بعد کاهش قیمت اتفاق بیفته، ما بتونیم در واقع برای افزایش قیمت دوباره مسیر رو برنامه ریزی بکنیم. این الان درست راجبش صحبت کردن مسئله درستی نیست، استپ با استپ مارکت رو بررسی میکنیم، راجبش صحبت میکنیم. چیزی که من انتظار دارم کاهش قیمت بیشتر هست. لویی که الان روی مارکت وجود داره، الان در حال حاضر لویی که دارید روی مارکت میبینید قبل از در واقع شکستن این هایی که اینجا وجود داره این لو هستش. یعنی ما تقریبا که یک اورد بلاک بی او سی در واقع تو این ایریا وجود داره که میتونه مارکت کاملا باش برخورد داشته باشه، ما بتونیم شاهد افزایش قیمت باشیم. لول های اف جی ال وی که اینجا وجود داره، لیکویدیتی وید هایی که وجود دارن میتونن باعث تسویه قیمت در واقع تو این ایریا بشن، ما بتونیم شاهد افزایش قیمت باشیم. پس افزایش قیمت میتونیم انتظار داشته باشیم. حالا مارکت بتونه بالاتر از 101.260 هم بره که در واقع ممکن هستش، امکان این وجود داره که مارکت بتونه بالاتر هم بره و در نهایت به نظر من این لول باید زده بشه که ما بتونیم، باید که اصطلاح درستی نیست، میتونه زده بشه که ما بتونیم شاهد افزایش قیمت باشیم. پوینتی که بسیار مهمه بچه‌ها این هستش که اینجا ما باید بررسی کنیم قیمت رو. اینو بچهای منتورینگ میدونم من دارم راجع به چی صحبت میکنم. مارکت باید توی این اریا بررسی بشه، ببینیم پتانسیل برای این وجود داره مارکت افزایش قیمت داشته باشه یا خیر. میتونیم مثلا سلر مارکت باشیم، این لو بشکنه، پول بک قیمت بگیریم، بیایم لول های پایینتر. اوکی، به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. ما میتونیم همچنان به سمت لول های مثل 102.500 104 سعودی باشیم. حالا راجع به 104 اینا صحبت میکنم. هفته گذشته تو تحلیل هفته گذشته صحبت کردم راجع به لول های بالاتر. راجع به ویکلی دلار هم در واقع صحبت شده. این از در واقع لول های دلار که راجع به صحبت کردیم، سناریوهای محتملی که میتونه اتفاق بیفته براش و انتظار خودم هم گفتم انتظار افزایش قیمت بعد از اون کاهش قیمت رو برای دلار دارم. بر همین اساس بخوایم اگر راجع به یورو و پوند صحبت بکنیم، برای یورو و پوند چیزی که الان وجود داره، یورو هفته گذشته ما یه بای خیلی تمیز و خیلی خوب از یورو یو اس بدون دراودان گرفتیم و واقعا ترید جذابی بود. یعنی این همه مدت در واقع یورو یو اس باعث شدش که اتفاقی که بیفته رنج زدن مارکت رو دیدیم، حرکت 20 پیپ 30 پیپ دیدیم و یه ترید 105 110 پی پی خیلی خوب و این لگ سعودی جذاب رو ما تونستیم توی لایو ترید ای پلنت بگیریم. یعنی کامل این لگ ما تمامش رو گرفتیم، یعنی از این لول از 1.13670 اگر اشتباه نکنم ما وارد مارکت شدیم و تونستیم این لگ سعودی بسیار بسیار جذاب رو بگیریم توی مارکت. انتظاری هم که هفته گذشته داشتیم کاهش قیمت، گفتم زیر این لو من خریدار مارکتم، کاهش قیمت اتفاق بیفته، ما بتونیم مارکت رو توی این اریاز یا زیر این لو توی این اریا مارکت رو بتونیم بخریم. همین کار رو توی لایف ترید کردیم بر اساس تریگر و تونستیم یک بای بسیار بسیار جذاب داشته باشیم توی مارکت. و انتظاری که برای این هفته آینده الان دارم چیزی که هستش، ما بتونیم مارکت الان رنجه، یعنی 4 ساعته مارکت کاملا رنج. الان چیزی که دارید نگاه میکنید های رنج، لو رنج، های رنج. ما بالای 70-80% بازه بالایی رنج هستیم. انتظاری که میتونیم داشته باشیم، من شخصا انتظار کاهش قیمت دارم، مارکت بتونه زیر این لو برداره، زیر مقدار به زیر 50% کاهش قیمت ما داشته باشیم. لولی که دارم 1.13893 ما بتونیم روی این لول افزایش کاهش قیمت رو ببینیم. تو این اریا ما بتونیم کاهش قیمت رو ببینیم، بایر قیمت باشیم برای لول های بالاتر 1.15 زده بشه، ببینیم تصمیم مارکت بعد از این اریا چی هست که بتونیم شاهد آیا کاهش قیمت باشیم یا خیر. اگر مارکت بخواد در واقع از این لول کاهش قیمت داشته باشه، DXY باید کاملا در واقع صعودی بشه از این لول. اوکی،
که منطقی هم هست کاملا، که میتونیم حالا راجبش صحبت بکنیم. فعلا 2 استپ بزنیم بریم جلو ببینیم چه اتفاقی برای مارکت میفته. انتظاری که دارم از یورو کاهش قیمت، افزایش قیمت. اوکی. بریم برای پوند. پوند هم همینطور. پوند افزایش قیمت خیلی چشمگیری تری داشته. انتظاری که من داشتم برای پوند هفته گذشته اینجا بودیم دیگه، کاهش قیمت، افزایش قیمت. کاهش قیمت خیلی جزئی، افزایش قیمت اصلا وحشتناکی که اتفاق افتاده توی مارکت. بازدهی خیلی بیشتر از یورو بوده، 193 پیپ، 1.5% پوند رشد کرده و این به نظر من تارگت بی‌نظیره برای در واقع پوند. های رنج شکسته شده، مارکت از رنج خارج شده، حتی برای اولین بار به این اریایی که اینجا وجود داشت احترام نذاشت، این لول رو فلیپ کرد. اگر نگاه کنید کامل برای فرست تاچ اول واکنش داده به این لول، شاهد کاهش قیمت بودیم، افزایش قیمت. رنج هست مارکت توی در واقع تایم فریم های پایینتر، 15 دقیقه 5 دقیقه مارکت رنج هست. چیزی که میتونیم انتظار داشته باشیم برای در واقع پوند همچنان انتظار یک کاهش قیمت، مارکت بتونه در واقع به زیر این لو کشیده بشه و بعد از اون شاهد افزایش قیمت باشیم برای پوند برای لول های بالاتر. میخوام 34 400 تا 34 500 لول هایی که اینجا وجود دارن. اوکی. نقدینگی که بالای این لول هست، نقدینگی که بالای این لول هست کاملا میتونن در اساس پوند باشن. اگر کاهش قیمت برای دلار، این کاهش قیمتی که من دارم برای دلار میبینم، اگر اتفاق بیفته ما بتونیم وارد این اریا بشیم که اصلا فوق العاده است. ما میتونیم یه بای خیلی تمیز از یورو و پوند از این اریا داشته باشیم، یعنی با شدید کاهش قیمتی که میتونه برای دلار اتفاق بیفته ما برای یورو و پوند یه بای تمیزتر دیگه انتظار داشته باشیم، حالا هم برای یورو هم برای پوند. اوکی. ما بتونیم یه بای خوب داشته باشیم به قصد هانت این نقدینگی‌هایی که اینجا روی مارکت وجود داره. حالا اینها خیلی دور هستن، همچنان که پوند افزایش قیمت عجیبی داشته است، تقریبا بازش 2 برابر یورو یوستی بوده. اگر نگاه کنید ما میتونیم این لول ها رو کاملا تارگت داشته باشیم برای پوند، کاملا در دسترس هستند، به شرط اینکه دلار رو ما بتونیم کاهش قیمت ببینیم براش. یا فکر میکنم اتفاق بتونه بیفته. بچه دلار سعودیه توی تایم فریم های بالاتر، توی ویکلی، توی دیلی مارکت سعودی هستش، توی 4 ساعته مارکت رنج هستش، توی 1 ساعته و 15 دقیقه ما توی یک مارکت نزولی هستیم. اوکی. میتونه همچنان کاهش قیمت داشته باشه. پس این محتمل هست که ما بخوایم یه همچین برنامه‌ریزی بکنیم. اگر کاهش قیمت دلار اتفاق نیفتاده کلا سناریوی من برعکس میشه. خب خیلی این پوینت مهمیه. یعنی اون اریایی که مشخص کردیم برای دلار باید مارکت رو نگاه کنیم ببینیم پتانسیل وجود داره مارکت کاهش قیمتش رو ببینه یا نه. اگر نه که اصلا کلا سناریو برعکس و کاملا اصلا میریم روی در واقع سل یورو پوند. اوکی. این چیزی هستش که داریم راجع به یورو و پوند صحبت میکنیم. بریم سراغ طلا. طلای بسیار جذاب. هفته گذشته بریم طلا کجا بود؟ هفته گذشته طلا اینجاهای مارکت بود. اوکی. انتظاری که من داشتم کاهش قیمت، افزایش قیمت. من این کاهش قیمت اینجا رو به این شکل انتظار نداشتم. اوکی. حد زده بودم اینجا ما یه ترند داریم، یه فلگ، این یه فلگ رو من ترپ در نظر میگیرم. یعنی اگر بخوام حالا یه ذره آموزشیش هم بکنم میگیم آقا این اگر در واقع یک فلگ به این شکل باشه، لو رنج بزرگتر، من در واقع این فلگ رو یک ترپ در نظر میگیرم. وقتی بشکنه برگشت بهش رو خیلی اینجا سلر میشم برای کاهش قیمت. این کاهش قیمت که اتفاق بیفته من بایرش هستم برای لول های بالاتر. اوکی. یعنی حداقل ترین هایی که میتونه بزنه اینجا هست برای این لول. چیزی دارید میبینید اتفاق افتاده، یعنی ما یک ترند اینجا وجود داشت برای مارکت، ما این کاهش این شکست رو دیدیم، این پولبک رو دیدیم، سلر های مارکت رو اینجا دیدیم، کاهش قیمت رو دیدیم، افزایش قیمت هم برای های جدید حداقل اینجا دیدیم. دقیقاً این همین سناریویی که اینجا براتون تعریف کردم توی مارکت. من انتظار نداشتم این اتفاق بیفته، ولی خب حالا در هر صورت اتفاق افتاد و در واقع این کاهش قیمت رو دیدیم. ما مارکت
کجا باز شده بود هفته گذشته؟ چیزی که راجبش صحبت کرده بودیم اینجاها مارکت باز شده بود اگر اشتباه نکنم. درسته، بله، اینجا مارکت باز شده، افزایش قیمت، کاهش قیمت، افزایش قیمت، کاهش قیمت. بای زدیم اینجا مارکت رو لول 3960 بای زدیم مارکت رو. من شخصا اینجا مارکت رو بای زدم. این افزایش قیمت اتفاق افتاد، کاهش قیمت اتفاق افتاد، دوباره این لول ها رو ما بای زدیم. اوکی، این لول ها رو ما بای زدیم، این لول بسیار جذاب NFP رو ما بای زدیم، تونستیم این بای تو مارکت بگیریم. همچنان مارکت میتونه ادامه بده بچه ها. لول نقدینگی که ما الان داریم در حال حاضر اینجاست. من راجع به طلا صحبت کردم هفته گذشته. ترند لاین های نزولی طلا رو من کامل راجبش توی روزانه صحبت کردم که ما الان توی چه شرایطی قرار داریم روی طلا. اگر نگاه کنید، من یه مقدار زوم اوت کنم، نزدیکترین لول نقدینگی برای طلا در تایم فریم روزانه محدوده 4600 دلار هست. 4580 تا 4600 دلار هستش. ترند لاین های نزولی که برای طلا وجود داره میتونید رسم کنید برای خودتون. اوکی، نزدیکترین لول، در واقع نزدیکترین ترند لاینی که ما الان داریم توی مارکت که مارکت نزدیکش هست این لول هست. اوکی، بعد از اون چیزی که داریم اینجاست. ترند لاین ها بچه‌ها، من با ترند لاین ها ترید نمی کنم، چیزی هستش که داریم میبینیم روی مارکت و همه نسبت به اون ریاکشن نشون میدن. حواستون به این موضوع باشه. لول نقدینگی داریم، یه اوردر بلاک داریم اینجا، یه بار استفاده شده ازش توسط این شادویی که دارید میبینید. اوکی، یعنی این کندل، من میارم اینور بتونید نگاه کنید. نگاه کن این کندلی که اینجا هست، شادوی این کندل لول رو برداشته، ما کاهش قیمت رو دیدیم. بسیار خوب، ما کاهش قیمت رو به این شکل دیدیم. یه اوردر بلاک اینجا وجود داره، حالا من مارکاپش میکنم شما بتونید ببینید. در واقع این بلاکی هستش که اینجا وجود داره. دقیقاً اوورلپ وجود داره با شکستن این ترند لاین. یعنی اگر مارکت بتونه این ترند لاین رو بشکنه بعد وارد این اوردر بلاک شه. میتونه تاچ سوم ترند لاینش هست، میتونه اینو در واقع ترند لاین رو هانت کنه برای پول بک، بتونه دیدگاه پول بک بده به تریدرهای کلاسیک. ما بتونیم یه کاهش قیمتی رو ببینیم، یه افزایش قیمتی رو ببینیم، سلر مارکت باشیم یه مقدار لول های پایین‌تر. اوکی، بعد از اون بخوایم در واقع به سمت لول های بالاتر مثل 4470 دلار تا 4500 دلار هم حتی برسیم. انتظاری که من دارم در واقع افزایش قیمت برای تایم فریم روزانه، افزایش قیمت به این اریا هست، به سمت این اریا هست. یعنی 4300 دلار، 4360 دلار توی این اریا ها انتظار دارم این ترند لاین بشکنه. اوکی، ما میتونیم ریاکشن بگیریم از این بچا، از این ترند لاین میتونیم کامل ریاکشن بگیریم. یعنی این تاچ سوم ترند لاین باشه، ما این ریاکشن رو بگیریم. اوکی، سناریوهای مختلف، نفسم بند اومد بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید سناریویی که میتونه اتفاق بیفته، هانت این ترند لاین تو 4 ساعته من کامل براتون توضیح بدم. میتونه در واقع فرست تاچ به این ترند لاین باشه، یعنی تاچ سوم به این ترند لاین باشه، ما بتونیم به این ترند لاین واکنش نشون بدیم، کاهش قیمت رو ببینیم. اوکی، کاهش قیمت رو ببینیم، مارکت بتونه این کاهش قیمت رو ادامه بده، بتونیم در واقع این لول، بعد از اون لول صعودی داشته باشیم، ترند لاین بشکنه، تاچ چهارم بتونه مارکت این ترند لاین رو بشکنه، تامین نقدینگی کنیم. اوکی، تامین نقدینگی کنیم. حالا این بخواد در واقع از زیر این لو برگرده یا بخواد بیاد اصلا زیر این رو جمع کنه، زیر این لانگ شادو رو جمع کنه. اوکی، بخواد لول پایینترش برگرده 3855 این هم وجود داره کاملا و هیچی بعید نیست. با این شادویی که اینجا اتفاق افتاد من بگم هیچی بعید نیست بخواد اصلا از این لول برگرده بره بالاتر. اوکی، در هر صورت این مسیر صعودیه برای من، این مسیر با یک رنج خیلی کثیفی صعودیه برای من، حداقل تا لول 4600 نزدیکترین لول نقدینگی. ببین الان لول نقدینگی با این ترند لاین، با این اوردر بلاک و لول معروف 4512 4520 کاملا اوورلپ داره. یعنی همه این اریاها، میگم شما هر سبکی که کار میکنید باید به یک اریا برسید، منظورم این هست، اوورلپ دارن همشون هم پوشانی دارن و کاملا مشخصه که این لول تارگت هستش برای طلا و طلا میتونه این لول رو تاچ بکنه. اوکی، در هر صورت راجع به این سناریو صحبت کردیم.
سناریویی که سناریوی بعدی که میتونه اتفاق بیفته این هستش که ما بتونیم مثلا به این ترن لاین احترام نذاریم، مستقیم بریم ترن لاین رو بشکنیم، در واقع این بلاکی که اینجا وجود داره اورد بلاک برداشته بشه، ما بتونیم یه کاهش قیمت ببینیم. اوکی، بتونیم یه کاهش قیمت ببینیم، یک تامین نقدینگی اینجا اتفاق بیفته، یه پترن تامین نقدینگی اینجا اتفاق بیفته، ما بتونیم در واقع این ترن لاین رو و این محدوده رو بشکنیم به سمت بالا. این محدوده حتی به سمت بالا هم شکسته بشه، باز هم مارکت رنج هستش. اوکی، اتفاقی که باید بیفته شکستن در واقع این محدوده اینجاست، یعنی 4600 4700 دلار 4800 عذر میخوام، شکستن محدوده 4800 دلار هست. طلا رو میتونه صعودی کنه برای لول های بالاتر، برای اون 5800 5900 6000 که راجعش صحبت میکنیم، این همه دارن راجعش صحبت میکنن. این باید بشکنه 4800 باید بشکنه. به نظر من الان به این زودی زود اتفاق نمیفته. اوکی، پس مسیری که میتونیم متصور باشیم طبق این دوتا سناریویی که من توضیح دادم میتونید برای خودتون بکشید. من دو پهلو صحبت نمی کنم، مسیر رو صعودی میبینم. لول هایی که میتونیم راجبش صحبت بکنیم برای در واقع طلا، حالا من پترن ها رو برمیدارم بتونید، یعنی پس ها رو برمیدارم بتونید ویدیو رو چند بار ببینید استفاده بکنید. ببین مسیری که ما میتونیم برای طلا داشته باشیم، لول های در واقع مقاومتی که میتونیم داشته باشیم رو من اعلام میکنم تو کانال تلگرام. این اولین لول هست 4300 تا 4000 رو در واقع 4300 تا 4360. اوکی، مید رنج در نظر بگیری 4327. این لول میتونه زده بشه. اینا رو در بیارم. این لول میتونه زده بشه. محدودهای حمایتی که میتونیم داشته باشیم زیر در واقع 4100 بین 4000 و 4070 عذر میخوام 4080 تا محدود 4090. این اریاس من مارک میکنم، اینها رو بتونید داشته باشید 4080 تا 4090 اینجا. اوکی، این اریا میتونه کاملا تاچ بشه، ما تاچ این اریا رو میتونیم داشته باشیم. مارکت همچنان میتونه صعودی بشه، نقدینگی این لول رو برداره از اینجا. اوکی، برای بازگشایی چیزی که میتونیم داشته باشیم به نظر من مارکت میتونه یه افزایش قیمت داشته باشه، بالا این سوینگ برداشته بشه، ما بتونیم کاهش قیمت رو ببینیم. اوکی، بتونیم کاهش قیمت رو ببینیم، بعد از اون شاید افزایش قیمت باشیم به قصد هانت این ترن لاین یا حداقل تاچ سوم این ترن لاین. اوکی، که محدود تقریبا 4240 تا 4260 میشه. من لول های طلا رو صحبت میکنم راجبش توی کانال تلگرام. لول های طلا رو میذارم که بتونید استفاده بکنید ازش حتما. و در واقع طی روز هم توی لایف ترید ها، توی لایف های لندن، توی لایف های خودم همش راجبش صحبت میکنم. اگر آپدیتی اتفاق بیفته، اگر چیزی بشه، سناریو هفته گذشته هست، این هفته راجع به ادامهش صحبت کردم. ویدیو هفته گذشته رو نگاه کنید، خیلی مهمه. به این ویدیو وصل راجع به طلا حتما حواستون باشه که بتونید در واقع اینها رو نگاه بکنید. دو پهلو صحبت نکردم، سناریوها رو راجع به صحبت کردم، برید چک کنید و اینها رو در بیارید. لول ها هم براتون توی کانال تلگرام میذارم بتونید استفاده بکنید. این از این. و اما داو جونز بسیار یه بای خیلی تمیز زدیم رو داو جونز. اوکی، هفته گذشته مارکت کجا بود؟ هفته گذشته رو ببینیم. اوکی، هفته گذشته اینجا بود. بعد هفته گذشته اینجا بود. ما اینو من پاک کنم، این چیه اینجاست؟ بسیار هفته گذشته همچین انتظاری داشتیم، مثل اینکه ما چیزی که راجبش صحبت کرده بودیم. من انتظار کاهش قیمت داشتم اگر اشتباه نکنم، اتفاق نیفتاد، مارکت صعودی شد. لول چند زده شده؟ 53000 53055 زده شده. بسیار خیلی مارکت با یک زحمت بسیار زیادی همونجوری که دارید نگاه میکنید این مسیر رو به سمت بالا حرکت کرده. مومنتوم کمی هست، مارکت ضعیف شده، مومنتوم ضعیف شده، های لوها داخل همدیگه هستن. اگر نگاه بکنید کاملا رنج هست، مارکت داخل همدیگه هستن. این های مارکت تونسته به ثبت برسونه.
یک کلوزینگ زیر اتفاق افتاده، بک مارکت هم اتفاق افتاده، مارکت میتونه کاهش قیمت داشته باشه. لول های نقدینگی که داریم 52250، پایین تر از اون خیلی نقدینگی پایین مارکت هست. اوپس. اگر بتونیم نقطه ورود سلی برای مارکت پیدا کنیم، به نظر من یکی از جذاب ترین سل های میشه که میتونیم روی داو جونز بزنیم. واقعا انتظاری که من دارم بتونیم رنج مارکت رو ببینیم، اگر اینو های جدید در نظر بگیریم، بتونیم رنج زدن مارکت رو توی این اریا ببینیم، بالاتر پایینتر توی این اریا بتونیم رنج مارکت رو ببینیم، کف و سقف رو بای بزنیم، در نهایت 54.100 زده بشه، بعد از اون بتونیم کاهش قیمت ببینیم. اوکی، این لول ها کامل نقدینگی هستن، یعنی تک به تک میتونن تارگت باشن. من دنبال یه سل هستم رو داو جونز که بتونه حداقل زیر این لول رو بزنه، زیر این رنج رو بزنه، حتی پایینتر هم بره، یعنی 5300 5400. اوکی، بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شکست فیک اگر این بالا داشته باشیم تا 5400 که اصلا بهترین بهونه است برای زدنش. یه سری عوامل هم باید چک کنیم فاندامنتال که من حالا در جریان میذارم شما رو بابت این موضوعات. ولی چیزی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، چون مارکت مومنتوم ضعیف شده براش، یعنی مومنتوم قیمت ضعیف شده براش، این رنج رو در واقع به زحمت به سختی شکست، همونجوری که دارید نگاه میکنید. اوکی، رنج زدن مارکت رو ببینیم. اولین شکست فیکی که این بالا اتفاق بیفته، سلرش هستم به قصد اینکه مارکت بیاد 50% اینو بزنه. خب به قصد اینکه بیاد 50% این رنج رو بزنه، ببینیم تصمیمش با این رنج چیه، چون کامل این زیر نقدینگیه، یعنی اصلا نقدینگی های خیلی عجیب غریبی توی مارکت هست. این ایکواله، این ترند لاینه، این ایکواله، این ایکواله، اصلا نقدینگی های عجیبی روی مارکت هستش، روی مارکت داو جونز. به نظر من ما یه سل خیلی تمیز میتونیم تو مارکت داشته باشیم. کف و سقف و ترجیحاً مارکت پایین داشت تو این لول ها، مخصوصا زیر این لو. اوکی، میتونیم خریدار مارکت باشیم، بایر مارکت باشیم، به قصد اینکه آقا مارکت سودیه. یه شکست فیک اگر بتونیم اینجا ببینیم، من سلرش هستم که بخوایم سل مارکت رو بزنیم. باز باید مارکت داو جونز لایو مارکت بررسی بشه، بتونیم راجبش صحبت بکنیم. مرسی ازتون، دمتون گرم، مرسی که نگاه میکنید، مرسی که تا اینجای کار تقریبا فکر میکنم 30 دقیقه شده ویدیو انرژی گذاشتید، نگاه کردید، دستتون در نکنه. ممنونم ازتون. امیدوارم که بتونم زحمت‌های شما، انرژیایی که به سمت من میفرستید جبران بکنم. در طول لایف ترید ها آپدیت میکنم مارکت ها رو، مخصوصا داو جونز که الان به این شکل هست، مخصوصا طلا که در واقع جای بسیار حساسیه و خیلی اتفاقات میتونه برای طلا بیفته. یورو پوند تقریبا تکلیفشون با دلار مشخص هستش. برای طلا و داو جونز حتما صحبت خواهیم کرد توی لایف ترید ها، حتما مسلما صحبت خواهیم کرد. دیرکشنی اگر داشته باشه، تغییراتی اگر اتفاق بیفته، فکر می‌کنم این هفته بعدی CPI داریم توی مارکت، اگر تغییرات اتفاق بیفته حتما آپدیتتون میکنم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدوارم هفته پرسود و نوسانی پیش روتون باشه. دم همتون گرم، ممنونم ازتون و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.